جوانی به من زنگ زد با این عنوان که من طلسم شدم، شما میتونید کمکم کنید، طلسم شکن هستید؟ گفتم اصلی کارم طلسم شکستنه، بلند بیا مطلب. وقتی که اومد جنرال اپیرنسش رو اینطور برای شما گزارش بدم که قد قواره بلند با ظاهری ژولیده، و وقتی که مشکل اصلیش رو ازش پرسیدم گفتش که مدت 6 ساله که من طلسم شدم. در طی این مدت 6 سال رابطم با دیگران برهم خورده، همه بد منو میخوان، والدینم، همسایه ها، همه در فکر توطئه برای من هستن، از روستای دور افتاده استان بودن. در کنار این بیان کرد که گوسفندای من همه از بین رفتن، بخت از من برگشته، طلسم شدم، چه کار میتونی برام انجام بدی؟ و اما سوالی که مطرحه اینه که شما تشخیص احتمالیتون برای این فرد چیه؟ و دوم اینه که در برخورد با این فرد که میگه من طلسم شدم، شما تایید میکنید میگید بله طلسم شدی، یا خیر اصلا انکار میکنید طلسم شدن رو، و چه راهکارهایی رو در پیش میگیرید؟ منتظر نظرات ارزشمند شما خواهیم بود تا 24 ساعت آینده.